أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحین باب نو را ذکر میکند و میگوید که باب فضل الجوع و خشونت العیش و الاقتصار علی القلیل. باب نوی که شروع میکنیم از کتاب ریاض الصالحین، باب در مسئله فضل جوع هست، یعنی فضیلت گرسنگی چی فضیلت دارد، و خشونت العیش و سختی های زندگی ها سختی ها و پست و بلندی ها دارد، اون چی فضیلت دارد. و الاقتصار علی القلیل، یعنی که بسندگی کردن، اقتصار کردن بر قلیل، بر آنچه که کم هم دادگی است الله سبحانه و تعالی بر انسان، بر این بسندگی بکند. یعنی این اقتصار در چی باشد؟ من المأکول و المشروب و الملبوس و غیرها، یعنی از من المأکول یعنی از خوراکی ها کمش، و مشروبی از نوشاکی ها، و الملبوسی از لباس ها پوشاک ها، و غیرها از غیر این دیگر چیزهایی که هست، من حدود نفسی، یعنی که از لذت ها و بهره های نفسانی هست، و ترک شهواتی و ترک کردن میل و آرزوهای درونی انسان که اینها را ترک کردن چی فضیلت دارد. اکنون صاحب کتاب در همین مسئله امام نووی رحمه الله برای ما و شما دلیل تقدیم و پیشنهاد میکند. اولا به مثل همون عادت های گذشته اش که اول آیت ها را میارد، چند آیت در این موضوع، بعد شروع میکند به قسم حدیث. اکنون آیت ها را اول میارد در این باب، میگد قال الله تعالی، گفت الله سبحانه و تعالی، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فخلف من بعدهم یعنی جاینشین گردانیدند، جاینشین خودشان گردانیدند، یعنی کی؟ پیغمبران. من بعدهم یعنی بعد از خودشان، خلفون یعنی که فرزندان ناشایسته یا قوم ناشایسته که اضاعوا الصلاة ضایع کردن نماز را، و تبع الشهوات و پیروی شهوات کردن، هوا و هوسشان پیروی کردن، آرزوهای درونیشان پیروی کردن و نمازها را ترک کردن. فخلف من بعدهم خلفون جاینشین گردانیدن بعد خودشان فرزندان ناشایسته را، اضاعوا الصلاة ضایع کردن نماز را، و تبع الشهوات پیروی شهوات کردن، فسوف یلقون غی. الله تبارک و تعالی میگوید که پس در آینده اونها یلقون یعنی ملاقات میکنن، یعنی که میبینن غی را، در آینده اونها میبینن غی را. پس غی به دو معنا هست، میگن که غی یعنی که پاداشی گمراهی و زلالاتشان را میبینند. فسوف یلقون غی یعنی که در آینده میبینن اونها پاداش و جزای گمراهی و زلالاتشان را. و غی معنای دیگرش یعنی که وادی در جهنم هست، یک مکان در دوزخ است. فسوف یلقون غی یعنی که پس در آینده اونها میبینن غی را، یعنی که همون دوزخ را. الا من تاب و آمن و عمل صالحا، مگر کسانی که توبه کردند. الا من تاب مگر کسانی که توبه کردند، رجوع به سوی الله کردند، و آمن و ایمان آوردند، و عمل صالحا و عملهای صالح را انجام دادند، فاولئک یدخلون الجنه، پس این طایفه مردم توبه کننده یدخلون الجنه داخل جنت میشوند، ولا یظلمون شیئا و کمترین ظلم براشان انجام داده نمیشود. ولا یظلمون ظلم کرده نمیشوند، شیئا یعنی کمترینش، ذره بگم کمترین ظلم بالای اونها نمیشود. خب این اولین آیت سوره مریم آیت 59 60. بعد از این میگوید آیت بعدی را که وقال تعالی، و گفت الله سبحانه و تعالی، فخرج علی قومه فی زینته، یعنی قارون الله سبحانه و تعالی بیان کرده که فخرج علی قومه، پس برآمد نزد قومش یا نمایان گردید در نزد قومش، فی زینته یعنی با تمامی
زینتش، هر دارایی که داشت، بگیم از طلا و از اون مال و ملکی که داشت، با تمام اون زینت و داراییش در بین قومش نمایان گشت، یعنی بین قومش برآمد. قال الذين يريدون الحیات الدنیا، گفتن کسانی که، قال الذين، گفتن کسانی که یریدون الحیات الدنیا، یعنی طلبگار حیات دنیا هستند، میخواهند زندگی دنیا را، یعنی گفتن دنیا دوستداران، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم. یا لیت، ای کاش که، یا لیت لنا، ای کاش که ما می داشتیم، لنا یعنی که ما می داشتیم، مثل ما اوتیه، مثل آن که داده شده از قارون را، یعنی مثل آن مالی که قارون دارد، کاش که ما همون اونطور مال می داشتیم. انه لذو حظ عظیم، این مردم دنیا دوستدار گفتن که هر آینه قارون لذو حظ عظیم، یعنی که صاحب نصیب و بخت و خوشبختی بزرگ است. حظ نصیب یا بخت یا خوشبختی، عظیم یعنی بزرگ. لذو حظ یعنی که حتما صاحب نصیب و بخت و خوشبختی بزرگی هست. یعنی که دنیا دوستداران وقتی دنیا قارون را دیدن، این سخن را گفتن. اکنون کسانی که اهل ایمان بودن، اونها چی گفتن؟ و قال الذين اوتوا العلم، و گفتن کسانی که داده شده از اونها را علم، یعنی که دانشمندان، انسان‌هایی که علمی مفید دارن، اونها گفتن که ویلکم، یعنی که وای بر شما ای دنیا دوستداران، ویلکم، وای بر شما، ثواب الله خیر ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا، یعنی ثواب الله، پاداشی که الله سبحانه و تعالی برای بنده میدهد، خیرون یعنی بهتر است، افضلتر و خوبتر است، لمن آمن، برای کسی که ایمان آورد، و عمل صالحا، و عمل صالح انجام داد، یعنی کسی که ایمان بیارد، عمل صالح بیارد، انجام بتید، الله سبحانه و تعالی ثوابش میتید، این بهتر و خوبتر است از اون دارایی قارون و از اون مال ملک دنیا. خب این سوره قصص آیت 79 و 80. و قال تعالی، و گفت الله سبحانه و تعالی، امام نووی باز آیت دیگر میارد، میگه ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یعنی پس، ثم پس، لتسألن، حتما پرسیده میشوید، حتما شما را الله سبحانه و تعالی میپرسد، یومئذ یعنی در اون هنگام، یعنی در کجا؟ در قیامت. حتما شما را میپرسد الله سبحانه و تعالی در قیامت. از چی میپرسد؟ عن النعیم، از اون نعمت هایی که برای شما دادگی است، از اون مالی که الله سبحانه و تعالی شما را داد، از اون مال الله شما را میپرسد، چه نعمتی صحت و سلامتی باشد، چه نعمتی مال باشد، چه نعمتی زندگی یعنی حیات دنیا باشد. از همه این نعمت ها انسان پرسیده می شود، انسان را الله سبحانه و تعالی حتما می پرسد. این سوره تکاثر آیت 8. بعد از این میگه و قال تعالی، و گفت الله سبحانه و تعالی، باز آیت دیگر رو میارد امام نووی، میگه من کان یرید العاجلة، یعنی هر کسی که میخواهد عاجله را، عاجله یعنی که زودگذر را، مقصد از زودگذر دنیا را، هر کسی که میخواهد این دنیا را، یعنی جهان روز زودگذر را، عجلنا له فیها ما نشاء، عجلنا یعنی با شتاب میدهیم ما، عجلنا با شتاب میدهیم ما، له برای همون انسانی که این دنیا را میخواهد، فیها در همین دنیا ما میخواهیم، ما نشاء، الله میگه هر چیزی که ما میخواهیم میدهیم، لمن نریدو برای کسی که ما میگه الله میخواهیم میدهیم. یعنی حتی ببین انسان در هلاکت میرود، دنیا را اختیار میکند، باز به مقصدش نمیرسد مگر همون چیزی را که الله سبحانه و تعالی براش دادگی باشد. یا انسان ها هستن که برای دنیا جانشون میت، یعنی بگم زندگیشون برباد میدهن، الله سبحانه و تعالی میگه لمن نرید، برای کسی ما خواستیم دنیا را برای او میتیم. یعنی دنیا میخواستگی، هلاک میشدگی زیاد هستن، همشون به دنیا نمیرسن، اما الله سبحانه و تعالی میگه که ما چیزی را که خواستیم همون را میتیم، کسی را که خواستیم انا همون کس را میتیم. ما نشاء یعنی چیزی را ما خواستیم، لمن نرید برای کسی که ما خواستیم. ثم جعلنا له جهنم،
پس قرار میدهیم برای این دنیا خواه جهنم را. ثم جعلنا له، پس قرار میدیم، الله میگه ما له برای این انسان دنیا خواه جهنم را، یصلاها می درآید این انسان در همون جهنم، مذموما مدحورا، در حالتی که سرزنش شده است. مذموم است یعنی سرزنش شده است، یعنی که بدش دیده شده است الله و ملائکه های الله. مذموم سرزنش شده یعنی بد دیده شده. کی بدش دیده است؟ الله و ملائکه های الله. و مدحور هستند یعنی که رانده شده هستند از رحمت الله تبارک و تعالی. از اون جایی که پاینده و همیشه است و دائمی است، از اون محروم هستند این بیچارگانی که دنیا را میخواهند و قیامت رو فراموش میکنند. این از سوره اسراء آیت 18. بعد از این میگه والآیات فی الباب کثیرة معلومة، آیات ها میگه در این باب بسیار هستند و معلوم هستند. آیات در این باب خیلی زیاد است و معلوم است، اما به همین چند آیت اکتفا کردگی است. بعد از این حدیث 490 دو حدیث هم میگیریم برای 11 دقیقه شید. بله خب، حدیث 490 و عن عایشه رضی الله عنها قالت، یعنی از عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت ما شبع آل محمد صلی الله علیه و سلم من خبز شعیر یومین متتابعین حتی قبض. حضرت عایشه رضی الله عنها میگه که ما شبع یعنی سیری نخورده است آل محمد صلی الله علیه و سلم، خاندان پیغمبر صلی الله علیه و سلم، من خبز شعیر از نان جوین، یعنی آل پیغمبر اهل بیت پیغمبر سیری خوردگی نیستن نون جو را، یومین متتابعین یعنی 2 روز پی در پی، 2 روز پی در پی خانه پیغمبر به سری نان خوردگی نیست، حتی قبض تا زمانی که روح پیغمبر قبض کرده شد. تا وفات کردن پیغمبر میگه یگان بار 2 روز پی در پی خاندان پیغمبر به سری نان جوین را حتی خوردگی نیست. خب و فی روایتین، و در روایت دیگر آمده است ما شبع آل محمد صلی الله علیه وسلم منذ قدم المدینه من طعام البر 3 لیال تباعا حتی قبض. در روایت دیگر میگه ما شبع یعنی بسیری نخورده است آل محمد صلی الله علیه وسلم منذ قدم المدینه، از زمانی که مدینه آمدگی بودن، من طعام البر از خوراک گندمین، 3 لیال یعنی 3 شبانه روزی که تباعا باشد، پیاپی باشد، 3 شبانه روز پیاپی میگه سری از نان گندمین، از نان دانگی به سرگی پیغمبر اهل بیت پیغمبر میگه خوردگی نیست، حتی قبض تا زمانی که قبض کرده شد روح پیغمبر صلی الله علیه و تا وفات پیغمبر میگه سری خوردگی نیستن. حدیث متفق علیه است. خب بعد از این حدیث 491، در حدیث 491 میگوید که و عن عروه عن عایشه رضی الله عنها انها كانت تقول، از عروه روایت است، عن عایشه از حضرت عایشه مادر مؤمنان رضی الله عنها روایت میکند، انها كانت تقول، عروه میگوید که حضرت عایشه رضی الله عنها بود میگفت، انها هر حضرت عایشه کان تقول بود میگفته که والله ابن اختی، حضرت عایشه میگفت قسم به الله ای پیسری خواهرم، یعنی که عروه پیسری خواهر حضرت عایشه رضی الله عنها است. میگوید که قسم به الله ای پیسری خواهرم، این كنا لننظر الى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 اهله في شهرين، یعنی که این كنا اگر که ما بودیم، لننظر الى الهلال حتما نگاه میکردیم هلال را، ماه را، ثم الهلال باز ماه را، ثم الهلال باز ماه را، 3 اهله 3 ماه را نگاه میکردیم، فی شهرین در 2 ماه، هلال یعنی که ماه پوری اول ماه، هلال یعنی اول ماه، اولی که ماه طلوع میکند که همین، یعنی 2 ماه میگد 3 ماه را ما میدیدیم، یعنی که 2 ماه زیادترک میشد، 3 ماه پرنه و 2 ماه و چند روز میدیدیم. و ما اوقد فی ابیات رسول الله صلی الله علیه وسلم نارون، و ما اوقدن و روشن کردن نمیشد، یعنی که
گریان کرده نمیشد در خانه های رسول الله صلی الله علیه و سلم نارون یعنی آتش. دو ماه یعنی در خانه پیغمبر صلی الله علیه و سلم آتش گریان کرده نمیشد. قلت یا خالتو، یعنی مقصدش یک اون چیز نمیپختیم. قلت یا خالتو، پس میگد که عروه میگد گفتم که ای خاله، فما کان یعیشکم، پس چی بود شما را زندگیتان میگذران، یعنی که چطور شما بعد زنده میموندین، یعنی چی میخوردین و چطور زنده میموندین. قالت، میگه حضرت عایشه رضی الله عنها گفت که الاسودان، دو چیز سیاه را میخوردیم. الاسودان یعنی دو چیز سیاه، التمر و الماء، یکمش خرما بود و دویمش آب. الاسودان دو چیز سیاه، یکم خرما دویم آب. پس سوال شد که آب سیاه نیست چرا اسودان گفت؟ میگن که هر چیزی که مشهور است در اول ذکر کرده شود دو سه چیز یک جایه، صفت اولش میگوی هرش در اون می درآید. فهمو؟ تمر یعنی خرما سیاه است و مشهور است، آب را در زیر همین خرما در آورده برای اون اسودان گفت، یعنی دو چیز سیاه. اون دو چیز سیاه چی است؟ یکم خرما است و دوم آب هست. الا انه قد کان لرسول الله صلی الله علیه و سلم جیران من الانصاری، میگم مگر اینکه بود در نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم همسایه های از انصاری، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم از انصاری ها همسایه های داشت. فکانت لهم منائح، پس داشتن همون انصاری ها منائح. منائح چی است؟ یعنی حیوان های شیرده. و کانوا یرسلون الی رسول الله صلی الله علیه و سلم البانها، پس بودن میگه اون فکانه و کانوا یرسلون الی رسول الله من البانها، یعنی بودن همون انصاری ها میفرستادن نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم من البان، یعنی از شیر همون شترها، از شیر همون حیوانات شیرده برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرستادن. فیسقینا، پس میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما میداد از همون شیری که براش فرستادگی بودن، یعنی که ما از همون شیر میخوردیم، آب میخوردیم و خرما میخوردیم و گاه وقت که شیر میفرستادن همسایه ها میگه از همون شیر ما استفاده ایم، یعنی که به همین چیز زندگی ما پیش میبردیم. متفق علیه، حدیث متفق علیه هست. خب این بود حدیث 491. بعد از این حدیث 492 اینش انشاءالله درس آینده. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.